دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 22 ایولی سال 2026 قرار داریم در ناحیه فرخارجان. اینا ببینید من یک آمدم باقی بادام. بادامی خروستال در باقی اکای قربان نظر. لیکن در حقیقت خروستالم چند اصولی گذاشته نشون داده بودم بادام بود. اینا ببینید. بله. حاضر یک دو سوال میتیم جوابا میگیریم. اکای قربان نظر این درخت شما چند ساله هست؟ این درخت ما آکا 6 ساله است. 6 ساله بله بله. این 6 ساله است. در چند سالگیش به میوه در آمد؟ سخت مهنت که در 3 سالگیش شروع بهر دمیدره. در چی پیوند باشه؟ در بادام تلخ؟ در شفتالو. در شفتالو. بله شفتالو پشمک دا باشه خوبه. دونش نه؟ نظمش دست ها؟ بله او دا عمر دراز میبیند. یعنی ما هم در شفتالو کن میبینیم. انیق در شفتالو است. بله بله انیق در شفتالو است. اینجا شروندیم شفتالو برای پیوند. ها این شفتالو پیوند میکنید. بله، این سال بله، پیوند بله، میکنید. بله، این 2 سال پس با فروش بله، بروردنش ممکن. بله. درست. انکون شما بگویید که این 6 ساله چند کیلو به شما برد شده است؟ 6 ساله دو یک 4.5 کیلو 4.5 کیلو تا 5 کیلو را برد است. تا 5 کیلو برد دارد. بله. چند هکتار شنوندگی شما؟ اینجا یک 2.5 هکتار باغ بادام است. 2.5 هکتار باغ بادام است. است. چند به چند شنوندگی است؟ 5 و 6. 5 به 6. بله بله. مبانش تراکتور میرود. اوزوقه شما میتید پرو مرو میتید؟ نیتراموفوس پرو. نیتراموفوس پرو کنی یک شکنید که 1 کیلو 2 کیلو نیتراموفوس. 2 کیلو نیتراموفوس از کدام ماه میتید؟ از ماه نوامبر تا دکامبر همخیل. ابرسکا نمیکنید نه؟ ابرسکا یکم تا یکی برسه اگر ایش در ایش میکنیم. نودایی که میرسه وقتی شمال شدن مثلا میشکه یارا میشه. درست. شک میبره. درست. اکنون شکسته با من نشون تید کنی؟ ایش کسان پوشتو نکاکه. اینا. اینا. کنی بسم الله الرحمن الرحیم. بادامی سیرای. اینا ایش. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. این خشک باشه با مزه تر میشه. بله. بینو با مزه. اینو حالی تر است. اینا خدا خواهد چینده تازه کنید. بله. حاضر چیندنش سر کردید؟ چیندن سر کردیم. خوغ میکنیم، تازه میکنیم، خوغ میکنیم بعد با فروش میبریم. کیلوش 100 سوم. 100 سوم؟ بله. آفرین. اپتم 100 سوم. اپتم 100 هم میتیم. یا 105 هم میتیم. آفرین به شما. یعنی که 6 سال پیش از این چی بود در این زمین؟ پیش از این زردالو بود. زردالو میرفت در تهاش میرفت. گلینگ هم کردیم با سعودو هم نرفت. زردالو که از جهت اقتصادی فایده که نداد شما گرفته؟ بله. بادام شما بادام فایده داره؟ چیزی خوک است بله. مقصد مانش کدام میشه. یعنی که بعدی که چینده دینه نگاه بین کدام میشه. بله. اینا مان کدام میشه. بعد سوال به شما این هر سال هم خیلی بسیار میبندد. سالی که اگر خنکی وزوین شما مثلا عین گلش دار. عین گل اگر یخبندی شما گل سرد میزنه. گل سرد میزنه حاصل کم میگیره. این آخه وقتی که برف غوری کرد اگر یخبندی هم کنه مینوساوی هم کنه دیگه هیچ نمیشه. گلش میزنه غورش نمیزنه. نه غور نمیزنه. انا این سال اینقدر بسیار میبسته است. بله ایده بسیار بستگی بود. ژولا چیزا بسیار شدی سال. ژولا شمال بسیار شد. کمتر رزونده شد. این سال زیاد بودم ژولا رزونده. بله. اینو ببینید. بله. ایناش کار میکنه. این دیگه سورت است. نه این خروستال است. اینم خروستال است. اینو ببینید چه بستگی. خروستال است بله. آفرین. این هم میکنید میریزه. این ریخته؟ بله. کارلیکش کدام است؟ کارلیک اینا. کنی کارلیک چینی پیش ما یا دوستش وای کنه شده کنه. گرید وای دوستش چیش. اینش سرخ. بله ایناش سرخ. اینش سرخ بود است. بس دوست گرید بس که آفتاب جوش میشه. این کم ترک دیر ترک نظر با خروستال دیر ترک میرسه. یکون هفته دیرتر. پوستش دوره دکن. شده پوستش دوره. اینش هم ملوین پوستا؟ بله. آفرین به شما. کنی وای شک شده دکن. بسم الله الرحمن الرحیم. این سرخ است. این سرخ. و این باید قیمت باشد. این چند پول باشد؟ این 85 کیلوش.
وای خروستال این کارلیک. این کارلیک بله بله. اكو کارلیک خروستال من در ادبیات نیافتم این نمو رو نمیدونم در کجا موندگی باشن امریکایی. آمریکایی بله بله. اینو ببینید امریکایی است. ماشاءالله اینو ببینید خدا نصیب کند شما در جوره جان و این مهنتی میکردگیتون همینطور رفتگیه. هم دیورن عزیز من این نمو رو برای شما نشان داده استادم که من هم خیل بادامزورها هست در فرخور در واسه شما میتوانید شما بادامزور کنید از این نهال ما به شما خدا خواهد امسال پیوند میکنیم به فروش میبروریم برای شما دسترس میکنید بادام هایی که در اقلیم تاجیکستان آقای فرورید در اقلیم تاجیکستان مطابق شده است من اما یافته و شما پیشنهاد میکنیم که بادامی که سر به نوک میبندد بینید اینو بینید زمین سنگ باشد باز به حد خوب است. زمین سنگلاخ زمین سنگلاخ بهتر می به حد خوب است. انا در زمین سنگلاخ با بهتر خوب است دیدید میگه پیش کاردون کار افتاده رو کاردون من باشم اگر کار افتاده خیلی اگه قربان نظر می باشد چون که این علاقه از تجربه گذرونده است این همه بادامش هم بخیل دارد همش بعد آب زیر زمینیش باید چقور باشد. آب زیر زمینیش اگر زاگ باشد بادام نمیشود. آب زیر زمینی پس باشد درست بله بله چند پس باشد خوب است. با سوال شما دا زمین شما شورتر نیست نه شور زمین نیست نه شورا نیست. اینو ببینید کلوز زمین است. این همین یک برگ و یک بادام دارد خب کیلو اینا که 100 سوم فروختید البته سوی پول میشد اینش ببینید اینش کارلیک. این کارلیک اینو ببینید کارلیک یکم هفته پس بعدی میپزد یکم گل میکنه. اکم برای شما چی شما دو تا شنوندید برای گردالود کردن. یک دیگرش گردالود کردن بله بله. من میدونستم این سوالو مخصوص دادم بله. دوستان عزیز ببینید باز برای گردالود کردن یک نمود نه دو نمود در اینجا شنوندگی سر به نوک بادام دارد باید با بخش نروند. درست انم نمگو او باید بخی کنده نرود بله نه هو نه او ببینید 1.5 متر دور است بله لیکن وقتی که نو شنوندن آب باید کجا باشد آبیزات نباید آب باشد در بخش آب باشد نه آب باشد یکم سال باشد نوشوندگی را دویم سوم سال او دور میکنید درست هر سال دور میکنید تو بخی همین نوده ها که میبیاید درش هم همینجا آمدگی آب رو دور میکنید اگر آب نزدیک باشد این میپوسد درست بله انا دیدید ما چه خیلی دهقان های پر تجربه داریم وقتی برگ یعنی تیرامو برگ ریزی را سر کردن دا پولی برگ ریزون بود کرد زمستون مثلا بارش و چیزو سر میشه که برف بارون بله بعد اما 1.5 کیلو نه غوصا در قدی پوچا باشه اگر 1.5 کیلو ترافو تا 2 کیلو را در جایی که برگ میریزه اون تراتوری برگ تکیده همون ترافوس هم میچوشی میچوشه بله و بعد پوبل تک زمین نمیکنه نه خودش بارونه و برفا میزنه هم خیلی اگر زیر زمین کنید بو بهتر شما که وقت ندارید وزبین است ترافوس رو در روی زمین میچوشه تو خودش زیر زمین رود دوستان عزیز کاردانی قربان نظر رو ما یک جهان تشکر میگوییم اینقدر ما درسی بهترین داد انا حالی باز میریم یک نوار دیگر از بادام‌های شنوندگیش میکنیم در پناه خدا باشید 900 00 4489 ما امسال با شما خدا خواهد میرا بعد علاف شنبه داریم این چیندن میشپن دیگه چیندن این را میشپید تگ میریزد میگیره در پناه خدا باشید اگر یگان سخنای خوب داشته باشید در حق قربان نظر با این مهنت و با این در 45-50 گرادوس مهنت کردنش یگان گپای خوبی باشد گپ زنید در پناه خدا باشید